من کارمند شعبه معارفی ناحیه لخش وهاب افتادیجون مانانویچ از برآمدهای محمد باقر و محمد باقر گفتنی هستم که اون تظاهرات و اون دعوت‌هایی که محمد باقر با مردم شریف ولایت خودمختار بدخشان کوهی خصوصا به شهر خاروب برای مردم کردنی است یگان اساس و دلیل معنی ندارد. من گفتنی هستم که محمد باقر خودش برای ولایت کوهستان بدخشان کوهی آبادی کردگی نیست. بنابراین از همه مردمان شریف ولایت دعوت به آن می‌آورم که با سخنان محمد باقر رو باور نکنم و این آبادی که در وطن در ظرف 30 سال استقلالیت جمهوری به دست آمده است به این شکرانه کرده برای آبادی و برای زندگی آسایشته مردم مهنت یکدلانه کرده در یک جایگی به این گونه تظاهرات به این گونه افراطگرایی نفرانی که خللدار جمعیت امروزه ما هستند نروند و به گپ‌های آنها باور نکنند، چون آبادی و پیشروی دولت ما امروز در یگانگی ما است، در اتفاقی ما است و به این گونه نزاع‌ها و سخنان بی اساس این گونه اشخاص خود را ندهند.